دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 24 ایول سال 2026 می باشد. قرار داریم در باغ ما دهه چهارباغ ورزاب و در نزد انگوری دوبوفسکی روزاوی. پیش از این با شما شناس میکنم آقای سعید. آقای سعید سلام علیکم. سلام علیکم بر دوستان. خوش آمدید. سلامت باشین. از ایران با نزد ما مهمانی آقای سعید آمد. این کس بسیار با ما کمک کردن در ایران. یک از جوانمردهای پیش ایران می باشد. آقا سعید خوش آمدید به تاجیکستان. قربون شما سلامت باشین. از تاجیکستان چه دیدنی دارید؟ چه گفتنی دارید؟ تاجیکستان واقعا وطن دوم ما هستش دیگه. خلاصه ایرانی‌ها خیلی مردمان تاجیکستان رو دوست دارن. ما هم خلاصه مهمان نوازی دوستان تاجیک رو زیاد دیدیم. الان تقریبا چند روز است در اینجا هستیم. به غیر از خوبی و خیر چیزی ندیدیم. در باغ آقا اسکندر با انگورهای بهترین از دنیا به نظر من. بله بهترین از دنیا. سلامت باشین. آقا سعید خوش آمدید. دوستان عزیز این کس آقا سعید یک از نفرانی هستند که در یک بسیار هموطنان ما تاجیکستانی ها که میروند در ایران این کس خدمت رسانی میکنند به آنها. بارشان درست میکند، حجت گذاری میکند، به تاجیکستان روان میکند، کمک میکند. آقا سعید از نام کل تاجیکستانی به شما یک جان تشکر میگویم. خوش آمدید به تاجیکستان عزیز ما. این وطن شما هم است. ایران وطن ما است، تاجیکستان وطن شما هم است. انیق. آقا سعید جان یک بار دیگر خوش آمدید. قربان شما یک جان تشکر. خوشم. دوستان عزیز اکنون میگذاریم به توصیف همین انگوری که من یک مرتبه نشان دادم. خودتون بها دید. برای بها دادن میدونید من مقایسه باید کنم در نزد این دانه انگور ها یک دانه انگور کنم. اینم انگور است. من این طرف میگردیم. اینم انگور است. بید یک دانه انگور از همین کنیم. از همین 38 کنیم پختگیش رو کنیم و یک دانه از این کندن دم دلم نمیشه مگر این کنیم شما. بید بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون این دو انگور بینید. این سیاه پختگی، این دوبوفسکی روزی. این چلی باشه؟ این خیلی انگور شده بازار بینید اگر شما حیران میشه. این میگه همین هم انگورای. آقا سعید همین درشت است کلان است؟ بله. و چقدر فوق العاده؟ ماشاءالله. عالیه. عالیه. اینو ببینید. این خیلیش نو دیدگیمه. باور کنید این اکو انگوری محلی خودمون سیاه کلان محلی کلان. اینو ببینید. به دستم بگیرم شما دستی من قطعی مقایسه کنید با چلیکای من قطعی انا انگشتای من قطعی. دوستان عزیز آن انگشت کلان لو بالامونو میبینید. از این ما حال نداریم لیکن حال میکنیم سوال آینده. بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون این رو خورده میبینم. آقا سعید یک تاش رو چش ببینید کنی با ما باهاتیت. اینا من چش ببینم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین. من دوستان عزیز این رو یک گاز نمیکنید. این رو دو گاز سه گاز میکنید. پخت است. دونش ببینید. من این بود انگوری دوبوفسکی روزاوی. یک 2.5 کیلو است. در پناه خدا باشد. خدا نگهبان شما باشد.